بیاین توی قسمت گزارشات، گزارش حسابداری، گزارش اسناد، گزارش اسناد به صورت معمولی. خب اینجا تاریخ ثبت تیک داشته باشه و این پایین ببینید اینجا تاریخ ثبت باشه، این سرپس و فلان کاری نداره، فقط باید روی تاریخ ثبت باشه بزرگتر از تاریخ امروز. تهیه گزارش رو بزنید. ببینید اگر سند یا به هر حال فاکتور و دریافت و پرداخت همشون جزء اسنادتون هستن، یک سند یا چند تا سند داشته باشین که به تاریخ‌های بعد باشه، حتما اونها رو اصلاح بکنین. تاریخ بعد نباید داشته باشین توی سیستمتون. این به چه کاری میاد؟ زمانی که شما میخواید فاکتور صادر بکنین یا سند بزنین، سند رو شماره سند رو اعشاری میاره. دومین زمان که هستش وقتی برنامه رو اجرا میکنین، هی ازتون کد رجیستری میخواد یا شناسه میخواد، یه فعالسازی مجدد میخواد. تو همچین مواردی حتما این رو چک بکنین، خیلی براتون میتونه مفید باشه. حتما به دوستان خودتونم ارسال بکنین که من خیلی میبینم دوستانمون با این مشکل مواجه میشن.